باش باز اینطوریه. سلام و درود مجدد. میریم برای بازی که خیلی ها منتظرش بودن، بازی با سایپا، با تمام اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده مسبب شخص ایشون بود و آره داریم میریم که خلاصه بازی رو ببینیم. خب سلام و درود به شخص علیرضا. درود و سلام بر تو. خب وضعیت رو چطور می‌بینی برادر؟ چرا اینقدر روزای شلوغی داشتیم؟ چه روزای پر کامنتی داشتیم؟ بازی دیگه ما تمام سعیمون رو میکنیم که هر جوری شده برای اسم داماش یک مخاطب ایجاد کنیم، یک چیزهایی رو وایرال کنیم، همونجوری که 2 هفته گذشته این اتفاق افتاد، 2 هفته قبلتر و پیشترها. و فکر میکنم که حالا اون اتفاقاتی که بعداً افتاد از سوی باشگاه سایپا و بعدترش باشگاه داماش گیلان کاملا غیر حرفه‌ای بود و یه جوری خودزنی بود و معمولا اینجوریه دیگه. ما با پوسترها و حالا نمیدونم چیزهایی که منتشر میکنیم، مثلا همه تیم‌ها اینجوریه، یعنی سیستم اینطوریه. تو باید سعی کنی که تیم حریف رو تحت فشار قرار بدی و این اتفاق هم افتاده بود واقعا. توی حاشیه اینا رفتن ولی باشگاه خودمون اومد این حاشیه رو کاملا برعکس کرد و اتفاقی که افتاد دیگه. به هر حال الان مثلا پارسال یادته ما یه بازی داشتیم با نفت مصر سلیمان، تو یه دونه پوستر درست کرده و ققنوس پریدو مثلا بالای باشگاه نفت و اینا. بعدش که اونا بردن، اونا هم یه دونه پوستر مشابه هم منتشر کردن، باشگاه نفت یکی داشت ققنوسو میسوزونه. الان ما باید بیایم گریه کنیم؟ نه اصلا طبیعیه. سردار جنگل رفتن و بازی کردن یه چیزه، سردار جنگل رفتن و بازی بدون تماشاگر خودش داستان جداست. دقیقاً درست میگی. متاسفانه امسال تا این لحظه از حضور هوادار محروم بودیم و نتایجش هم دیدیم دیگه. ما به صورت میانگین توی 4 بازی گذشته 75% امتیاز رو کسب کردیم و در جایگاه 17ام هستیم. حالا ممکنه که کادر فنی معتقد باشه که نه هنوز تیم شکل نگرفته، از هفته‌های بعدتر باید دید، ولی من فکر می‌کنم که این بازی هم تو خودش مرگ خوبی. سلام خیلی خوش اومدید. چه خبر آیرین؟ بازی چند میشه به نظر؟ ان شاءالله 2-0 میبریم. فکر نه. مسئولیت برطرف شد. مسئولیت بهترم دیگه ان شاءالله. چند هفته دیگه برمیگرده. حالا اومدیم دیگه، حالا بریم تو کار ببینیم چه خبره. ترانسفرت که کنسل شد. هستی فعلا. امسال که من بیشتر پیشرفت کنم برو یه لیگ برتر. چش آقای رضایی چش. چه روزایی رو این سکوها بود، چه اون تایمی که این ورزشگاه تازه باز شده بود و تیم پگاه تو لیگ برتر داشت خودی نشون میداد، چه زمانی که تو لیگ دوباره اینجا برگشتیم و روزای جالبی رو پشت سر گذاشتیم. قسمت جالبش اینه که هنوز صندلی هایی که کنده شده بود بعد این همه سال جایگزین نشده، که بخشی از اون صندلی‌ها برمیگرده احتمالاً به اون بازی با نیروی زمینی، بخشی از اون صندلی‌ها هم برمیگرده به سپیدرود و بله همچنان فکری در قبال این استادیوم نشد. رو سکوی تیفوسیا به جای تماشاگر معمول. پارسال هم اتفاقا توی همین استادیوم بودیم که یه بحثی شده بود در مورد این که همه میدونن هواداره داماش خوبن و شما نیازی نیست مرتب این رو دستاویز قرار بدین و با این حرفا
از زیر بار مسئولیت در بریم. این رو در مورد مربی وقت تیم آقای جهانشالو گفته بودم که درباره هر بازی میگفت ماشاءالله هوادار دماش و این چیزا. خب میدونیم هوادار دماش خوبن، بحث فنی. حالا دوره گذشت و رسیدیم به دوره فعلی و این بحثی که تو دوره فعلی هم مطرحه. ما در واقع در تیم داماش شاهد قربان صدقه رفتن هوادار رو در واقع یک نوعی رفتار دلبرانه. میدونی اتفاقا لزوما چیز بدی نیست، برای هر کسی رفتارش و احساساتش رو یه جوری بروز میده. شاید در واقع زیاد نیاز به خورده گرفتن نباشه، اما زمانی این رفتار قابل توجیهه که نتایج بتونه اون رفتار رو توجیه بکنه، شایستگی بتونه اون رفتار رو توجیه بکنه، کارآمدی بتونه اون رفتار رو توجیه بکنه. تو صرفاً وقتی که میدونیم اوضاع داره اونجوری که باید پیش نمیره، اما صرفاً یه حرفای قشنگی میزنیم که دل همه رو آب بکنه و بگیم وای چقدر با تعصب، چقدر باحال. اما خب باید نتایج هم بتونه اون حرفا رو توجیه بکنه دیگه، فقط حرف قشنگ زدن نیست. ما الان میتونیم هزاران نفر رو از رو سکا بیاریم پایین، حرفای قشنگتری هم بزنن که حس ناسیونالیستی و حس رشتی بودن و داماشی بودن رو در همه بیشتر هم القا بکنن. اما خب نتیجه هم مهمه دیگه. و اینکه یه سری حرفا واقعا لزوما در حد شعاره، بدونین که ما مثلا چقدر ما دشمن داریم. خب ببین عزیز من، پول داشته باش، امکانات داشته باش، مجوز داشته باش، کسی باهات دشمنی نمیکنه. همیشه این چیزو، این ذهنیت رو دارین که چقدر با ما مثلا دشمنن، نمیخوان ما باشیم و اینا یه سری چیزاست که قابل حل شدنه. ما فکر کنیم که همه با ما دشمنی دارن، همه میخوان سر به تن تیم ما نباشه. نه، خیلی تیم‌های داستاندارتری هم داریم، خیلی مسائل حل شدنیه. اونی که باید بیاد و حلش کنه وجود نداره، بنابراین ما میندازیم گردن دار و خال و کارباخال و هر کس. چمنو دیدم خیلی خوب شده. چمن الان خوبه دیگه، از اول همینجوری باشی چه اتفاقی؟ الان از نصف سال دیگه ما ایران بریم. آقا اصلا کار داره، یه نفر مثلا 10 نفر اینجوری خط بکنید، همه اینجوری بکنن، چمن واسه دیگه برای چمن خوابیده. الان فکر کنم سالها اونجا گرانول ریختن، هنوز بر نداشتم ته. اصلا این ورزشگاه دست نخورده. نگاه اون صندلی رو خود ببین آخه. از اون زمانی که بازی نیروی زمینی همینجوری وصل نشد، چون بازی توش برگزار نمیشه، نباید تعمیر کنه. جالب این که حتی لیگ برتر بانوان داره اینجا برگزار میشه، ولی اصلا بشینید ملوان تیمش میاد اینجا بازی میکنه. حالا من کار ندارم، خوبهشو با تیم‌های رشتی در نظر بگیرم، ببینن چیه. وقتی ملوان نمیذاره توی شهر خودشون بازی کنه، میاد اینجا حداقل واسه اون یه امکاناتی انجام بده دیگه. هزینه‌ش هم میده، اگه هزینه‌ش هم میده خب اینو با این کارو بکنه دیگه. آقا یه شونه زدنه، این به خدا کاری نداره. متأسفانه تا زور بالا سرشون نباشه انجام نمیشه. اصلا نمیفهمم. وقتی چمن مصنوعی میزنی که نگهداری خاصی که نداری، یه دستگاه با شونه بگیری راحت اینو شونه بزنی که آقا این همینجوری نخوابه، چون بخوابه راحت هم مسئولیت‌ها زیاد میشه، چون پای آدم بیشتر راحت‌تر گیر میکنه، هم کیفیتش از دست میده. بله. بچه‌ها اکمت قصد خالی. بچه‌ها لبخند. بازی از لحظاتی قبل شروع شده و
باید دید که آیا اولین برد این فصل داماش به دست میاد یا نه. گل اول برای سایپا، حدس بزنین کی گل زد؟ سجاد قلی بگلی. هر چه سریعتر برگردیم به بازی. مثل این که نیروی انتظامی اون یه چند تعدادی هم که اون بالا هستن و داره به بیرون هدایت میکنه. پاس بود یا شد؟ پایان نیمه اول با نتیجه 1-0 به سود سایپا با گل زود هنگام سجاد قلی بگلی. سخته که بتونی با سکوهای خالی کنار بیای. خلاصه ما سایپا، پیکان، راهن اینجور تیما نیستیم. آره متاسفانه اینقدر موضوع کم بود در موردش صحبت بکنیم که در مورد سکوی خالی هم صحبت کردیم، چون بازی حداقل چیز مثبتی در مورد داماش نداشت. و بله همچنان میبینیم یک بازی بی برنامه، بی هدف، بی خطر. با این حال امیدواریم نیمه دوم ورق برگرده، شاید بین دو نیمه اتفاقاتی دو رخکن بیفته. گرچه خیلی امیدوار نیستم ولی در حال فاصله یک گل میشه کارش کرد. فوتبال و اتفاقات، حل اتفاقات، نمیگم لزوما تاکتیک، اتفاقات. نیمه دوم هم آغاز شده. بازیکنان ذخیره سایپا هم توی لنز ما هستن. آقای رضا عنایتی در ورزشگاه اسپاتیفای نیو کمپ. چیزیش نیست که الان داره بلند میشه. گل بعدی برای سایپا، حدس بزنین کی زد؟ اینم سامان مهرابی زاده زد. ولی بازیکن‌های سابقمون دارن به خودمون گل میزنن. 2-0 برای سایپا. اگه دو گل عقب باشی و تیم حریف هم خرس وسط باد بازی کنه تو نتونی دوتا حمله بکنی. واقعا که همین که بیشتر گل نخوریم تا الان هنر کرده. پایان بازی با نتیجه 2-0 به سود سایپا.